بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید و بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما خوبان و سروران، دوستان همیشگی برنامه سفره دل. الله رو بی نهایت سپاسگزاریم از اینکه یک بار دیگر این توفیق رو قرین راه ما ساخت تا در برنامه دیگر از برنامه سفره دل خدمت شما خوبان و عزیزان باشیم و در این برنامه در خدمت حضرت مولانا عبدالقدوس دهقان خواهیم بود و موضوعی که برای این هفته سفره دل انتخاب کردن. در آغاز بنده به طرف خودم و به نمایندگی از شما عزیزان و خوبان خدمت جناب مولانا عبدالقدوس دهقان عرض سلام و ادب و احترام دارم و حضورشون رو خوش آمد میگم در این برنامه. حضرت مولانا خوش آمد. من دارم خدمت جناب علی، جناب استاد سلیمانی و تمام شما عزیزان بیننده عرض ادب و سلام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و سپاسگزارم از جناب علی که ما را سر نمیدونم سفره دل شما هست یا سفره دل بینندگان هست، به هر صورت ما را سر این سفره نشاندید. تشکر میکنم از شما و سپاسگزارم و امیدوار هستم که الله متعال چرا که برای خودم در دنیا و آخرت و همچنین برای تمامی عزیزان انشاءالله مفید خواهد بود در دنیا و آخرت، به من توفیق دهد که جملاتی رو خدمت بینندگان عزیز عرض بکنم. لطف کنید حضرت مولانا، خدمت از ماست. در آغاز جا داره که همونجوری که شاید شما عزیزان بیننده هم در خلال چند روز گذشته از زیرنویس کانال متوجه شده باشید، در آغاز وفات مادر بزرگوار همکار و استاد و سرور گرامیمون جناب دکتر نور محمد عمرای عزیز رو هم خدمت ایشون و خدمت تمام خانواده و بازماندگان تسلیت عرض بکنیم و از الله متعال برای ایشون و برای همه گذشتگان امت بالاترین درجات بهشت و همراهی با انبیا و شهدا و صدیقین و صالحین رو خواهانیم و جناب دکتر در چند روز گذشته مشرف شدن به سفر عمره و نتونستن که در این برنامه حاضر باشن و ما به نیابت از شما عزیزان خدمت جناب دکتر عرض تسلیت داشتیم و بار دیگر هم از اینجا خدمت جناب دکتر و خانواده محترم، پدر بزرگوارشون و خواهران و برادران بزرگوار و همه عزیزانی که از خانواده جناب دکتر نور محمد عمرای عزیز بیننده شبکه جانب صالح هستند، از طرف خودمان، از طرف کل خانواده شبکه جانب صالح و همچنین از طرف همه بینندگان عزیز خدمت این عزیزان عرض تسلیت داریم و برای این عزیزان صبر جزیر از الله متعال خواهانیم و برای آن مرحوم هم بالاترین درجات بهشت رو. طبیعت زندگی این گونه است که انسان در زندگی به هر حال دچار سختی ها میشه، دچار مشکلات میشه و دچار مصیبت ها میشه و به هر حال زندگی است و ما هم جز پذیرش این حقیقت هایی که در مسیر زندگی در مسیر ما قرار میگیره چاره‌ای جز پذیرفتن اونها نداریم و این سفری است که به هر حال دیر یا زود همه ما میرویم به این سفر و کاش ما هم به مانند مادر بزرگوار جناب دکتر خوش نصیب باشیم و با پرونده ای از خیرات و نیکی ها و خوبی ها و خوشنام از دنیا بریم و صدقه جاریه‌ای پشت سر ما بمونه به مانند جناب دکتر نور محمد عمرای عزیز که برای والدین خودشون یقینا یک سرمایه هستن و برای کل جامعه فارسی زبان ما و همچنین سرمایه های کاش از ما هم به جا بمانه که بعد از ما بیاد ما باشه و دعاگوی ما باشه و مسیر ما رو ادامه بده و بعد از فوت ما پرونده اعمال ما بسته نشه. در زندگی غم و مشکلات و سختی ها زیاد است، اما چگونه میشه که در زندگی انسان با وجود طبیعت زندگی که این گونه هست باز هم با این وجود فراموش نکنه که مسافر هست، فراموش نکنه که این مسیری است که انسان نباید خودش رو از دست بده و مسیری هست که این مسیر رو انسان اونگونه‌ای که رضایت الله متعال هست، اونگونه‌ای که الله متعال دوست داره باید پیش بره. ما امروز می‌خوایم با شما عزیزان درباره یک موضوع بسیار مهم صحبت بکنیم. عنوان موضوع ما به پیشنهاد حضرت مولانا عبدالقدوس دهقان این هست که غم مخور. همچین عنوانی رو
به همراه شما عزیزان میخوایم در این قسمت از برنامه سفره دل با هم صحبت بکنیم، چرا که خیلی از ماها الان خیلی از ما و شما بینندگان عزیز با این موضوع بسیار مهم دست و پنجه نرم میکنیم. غم خوردن، غصه خوردن و در زندگی طبیعتاً زن و شوهر با هم دیگر، یا فرزند با والدین، یا به هر حال خواهر و برادرها با هم، دوست و آشنا، هر کسی در هر فضایی که هست در رابطه با دور و بری‌های خودش، در رابطه در زندگی خودش مشکلات و سختی‌هایی داره که غم میخوره. آیا میشه راه حلی پیدا کرد؟ آیا میشه که انسان با وجود این زندگی باز هم غم نخوره؟ این سوالی است که انشالله در خلال این برنامه اگر بیننده باشید تا پایان برنامه وقتتون رو افتخار بدید و در اختیار ما و حضرت مولانا بگذارید. انشالله در خلال صحبت ها سعی خواهیم کرد به پاسخ این سوال دست پیدا بکنیم که چگونه میشه غم نخورد. این هدف اصلی این برنامه ما شماست که انشالله در پای صحبت های حضرت مولانا عبدالقدوس دهقان خواهیم نشست و من صحبت رو با این سوال از حضرت مولانا آغاز میکنم که جناب مولانا اگر بخوایم در این موضوع صحبت بکنیم غم مخور، اصلا خود اسباب غم و اسباب اندوه از کجا آغاز میشه و چی هست که اول بشناسیم که طبیعتا هر بیماری رو با شناختش میشه درمانش رو هم پیدا کرد و داروش رو. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. بنده نمیدونم که بگم که متاسفانه امروز جای برادر بزرگوارم جناب دکتر عمرای عزیزم نشستم و از ته دل میدونم که بینندگان عزیز تسلیت گفتند، یعنی دعای خیر کردند برای مادر بزرگوار جناب دکتر و خاطراتی که بنده دارم و دکتر تعریف کردند از این بانوی بزرگوار، عشق و علاقه‌ای رو که به قرآن کریم داشتند از همان آغاز کودکیشون که در یکی از روستاهای خاش در واقع با وجود این که امکاناتی نبوده و عالم دینی نبوده، ایشون با پشت و کار و همت و جدیتی که داشتن تونستند قرآن کریم رو یاد بگیرند و بتونند بخونند و یکی از ویژگی های خاص ایشون بوده که همیشه اهل قرآن بودند و تلاوت قرآن رو انجام میدادند. گرچه ایشون از من گلایمند بودند که من صدام تو برنامه ها پایین هست، اما واقعا جای بسی خوشحالی هست که همون گونه که شما اشاره کردید چنین شخصیتی با داشتن فرزندانی مانند دکتر عمرا و همچنین برادران و خواهران دکتر عمرا که بنده آشنایی کاملی دارم با ایشون، جناب مهندس و دیگر برادران دکتر عمرا، مطمئن هستم که این عزیزان صدقه جاریه‌ای هستند برای این بانوی بزرگوار و قطعا عمل ایشون بعد از مرگشون خاتمه نیافته و خود این دعای خیر بینندگان عزیز که در سرتاسر دنیا این دعای خیر کردند و دعای رحمت و مغفرت کردند، این خودش هم انشاءالله که مایه مغفرت و علو درجات این بانوی بزرگوار باشه. و در مورد اسباب غم و اندوه و راهکارها و علاجهای این پدیده شاید نامطلوب برای بعضی ها، واقعا برنامه و یعنی مسائل بسیار گسترده‌ای هست، یعنی ممکن نیست که در یک برنامه دو برنامه بشود این مسئله رو یعنی مشکافی کرد و تمام مسائل رو بیان کرد، اما در حدی که در توان این برنامه باشه انشالله یعنی اساسی ترین مطالب و مسائلی رو که هستن انشالله خدمت شما و بینندگان عزیز عرض خواهم کرد. الله متعال در سوره بقره آیه 155 یک مطلب زیبایی رو از سنت الهی و روشی که در دنیا برای همه به وجود میاد و اتفاقاتی که برای همه انسان ها میفته الله متعال سخن گفته و در این آیه در واقع الله متعال اسباب غم و اندوه را یا اساسی ترین و مهمترین اسباب غم و اندوه را برای ما معرفی فرموده. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين. این در واقع یعنی فلسفه زندگی هست که الله متعال به ما اعلام فرمودند که
من شما را در دنیا و زندگانی دنیوی آزمایش میکنم، مورد امتحان قرار میگیرید بلا استثناء. قطعی هست و 100% هست. استثناء نداره. هیچ کسی، حتی پیامبران، نه تنها اینکه مستثنا نیستند از این قاعده، بلکه سهم بیشتری رو از این قاعده هم دارند. هر کسی که عزیزتر هست، هر کسی که محبوبتر هست پیش الله متعال، هر کسی که ایمانش قویتر هست، قطعا امتحان و آزمایشش، غم و اندوهش، یا به تعبیر دیگر اسباب غم و اندوه و ابتلا و آزمایش الله متعال قطعا یعنی بیشتر و بزرگتر بر اون هست. الله متعال میفرماید ولنبلونکم، ما شما را میآزماییم، امتحان میکنیم شما را به مواردی از قبیل ترس. چند مورد رو ذکر کرده، ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات. 5 مورد هستند که الله متعال اینها رو ذکر کرده. ترس از آینده و عدم اطمینان به فردا و اینکه فردا چه اتفاقی برای من میافتد، این یکی از اسباب غم و اندوه هست. چه بسا بیشترین مردم به خاطر اینکه از آینده خودشون نگران هستند، مطمئن نیستند و دورنمای روشنی در زندگی خودشون نمیبینند، افق که مورد مرادشون باشه در آینده زندگی خودشون نمیبینند. این باعث افسردگی و باعث این شده که حتی از حال خودشون و موقعیت فعلی خودشون، ولا این که خوب باشه، نرمال باشد، نمیتونند که استفاده بکنند و بهره ببرند یا به تعبیر دیگر لذت ببرند. ترس از آینده سبب شده که هم اطمینان آینده ما رو از بین ببره، هم اون تفاعلی رو که باید داشته باشیم، حسن ظنی رو که باید داشته باشیم به آینده، هم اون رو از بین میبرد و هم آرامش کنونی و فعلی ما رو در هر مقام و منزلتی که باشیم اینو از بین میبرد، تحت شعاع قرار میدهد. قطعا فرض کنیم که یک فردی امروز پادشاه دنیا هست، رهبر و رئیس جمهور فلان کشور هست، اما از فردای خودش خیلی میترسد، تموم میشه، شاید بکشنش، تمام بشه و گرفتاری های براش به وجود میاد، قطعا از امروز خودش نمیتواند لذت ببرد. پس بنابراین یکی از اسباب غم و اندوه و افسردگی این هست که انسان از آینده خودش بترسد و این یکی از مواردی هست که امتحانات الله متعال در واقع در این زمینه هست. ولنبلونکم بشیء من الخوف و مورد دوم والجوع، گرسنگی میاد، قحطی میاد، مشکلات مادی میاد، مشکلات اقتصادی هست. متاسفانه چیزی که امروزه چه بسا در ایران شاید بیشتر از جاهای دیگر این رو مردم احساس بکنند، یکی از معضلات اجتماعی و بزرگ مردم هست. و نقص من الاموال، یعنی ضرر و زیانهای مادی که صورت میگیرد با توجه به اتفاقاتی که برایشون میافتد، اتفاقات سیاسی شاید منجر به این قضایا بشه، اتفاقات خانوادگی یا اجتماعی شاید منجر به این قضایا بشود که انسان مال و سرمایه‌ای رو که داشته شاید تمامش رو یا بخشی از اون رو از دست بدهد، یا احیانا یعنی از دست دادن عزیزان و الانفس، انسان عزیزی رو از دست بده یا خودش یعنی دچار بیماری بشود، صحت و سلامتی خودش رو از دست بده، عافیتش رو از دست بده، فرزندی رو، پدر و مادری رو یا عزیز و دوست انسان در دنیا از دست بدهد و همچنین از بین رفتن ثمرات و محصولات. تمام اینها اسبابی هستند که اینها رو میشنوانیم که به عنوان اساسی ترین منبع غم و اندوه برای انسانها در واقع مد نظر قرار داد. در زمانی که در حال حاضر مال کسی از بین برود، عزیزی رو از دست بدهد، خودش سلامتی خودش رو از دست بدهد، محصولاتی رو که امید به آن بسته این رو از دست بدهد، از آینده خودش پریشان باشد، قطعا اینها بزرگترین دغدغه هایی هستند که انسان رو دچار افسردگی و دچار غم و اندوه میکنند. اما الله متعال بعد از این که این امتحان را، زمینه امتحان را برای ما معرفی فرمودند و در ادامه میفرمایند و بشر الصابرین، با وجود این که امتحانه، با وجود این که ترس از آینده هست، با وجود این که از دست دادن مال و ثروت هست، از دست دادن عزیزان هست، از دست دادن صحت و سلامتی و ثمرات هست، بازم الله متعال میگه بشر،
مژده بده صابرانی را که با وجود تمامی این ابتلاعات و امتحانات و این همه ابزاری که به ظاهر ابزار غم و اندوه هستند، مایه غم و اندوه باشند، اما باز هم الله تعالی می‌فرماد که به صابران مژده بده. یعنی اینی که افرادی هستند که در چنین زمینه‌ها، در هنگام خوف، در هنگام گرسنگی، در هنگام از بین رفتن مال و اموال و ثروت انسان، در صحت و سلامتی یا از دست دادن عزیزان، انسان‌هایی هستند که انسان به جای این که به این افراد یعنی تعزیت بگوید، تسلیت بگوید، همدردی بکند، باید بهشون گفت که مژده باد به شما، شاد باش باید به اونها گفته بشود. به خاطر چه صفتی در وجود اینها؟ این رو الله تعالی در ادامه می‌فرماید مبشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. این انسان‌ها میدونند که خودشون هم مال الله هستند، هم امروزشون و هم فردایشون. تقدیری رو که الله متعال برای ما رقم زده، الله رقم زده، و آن چیزی که برای ما اتفاق افتاده، چه خوف باشد، چه گرسنگی باشد یا بقیه نقص در اموال و انفس باشد، تمام اینها از جانب الله متعال هست. ما هم از آن الله هستیم و هرچه بر ما آمده هم از آن الله و از جانب الله متعال هست. پس بنابراین وقتی که انسان میداند که این اتفاقی که برای من افتاده یک اتفاق ثبت شده هست، یک اتفاق ناگهانی و غیر مترقبه نبوده در واقع، بلکه کاملا مترقبه بوده، بلکه از این گذشته مورد مهر و تأیید الله متعال قرار گرفته و الله متعال رو برای ما خواسته. و بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه و اولئک هم المهتدون. اینها به خاطر این که در قبال این ترسی که از آینده داشتن، در مقابل این مال و ثروتی که از دست دادن، در مقابل سلامتی و عافیتی که از دست دادن یا عزیزانی که از دست دادن، وقتی که صبر کردند با اون بینش بزرگ و ایمان بزرگی که داشتند، الله متعال اینها رو مژده میدهد و میگوید که اینها در مقابل این عمل بسیار عظیمی که انجام دادن پاداش بسیار عظیمی رو خواهند گرفت. علیهم صلوات من ربهم، صلوات ها، درودها، نعمت ها و رحمت های الله متعال شامل حال اینها بود و اینها هدایت یافتگانند. یعنی این که راه درست و مسیر صحیح مقابل با غم و اندوه و ابزاری که موجب افسردگی میشوند، اینا راهشو پیدا کردند. اینها چون که راهش رو پیدا کردند، صبر کردند، میدونستند که همه از جانب الله هست، ما هم از الله متعال هستیم، هرچه در مورد ما تصمیم بگیرد و قضاوت بکند عین عدالت الله متعال هست. وقتی اینها حقیقت رو شناختند و ماهیت این غم و اندوه را و ابزار غم و اندوه را شناختند، اینها در واقع سزاوار رحمت الله متعال و صلوات و درود و نعمت و احسان الله متعال هستند و هدایت یافتگان واقعی هم این افراد هست. حالا حضرت مولانا شما اشاره فرمودید به موارد مهمی که الله متعال در این آیه یعنی 155 سوره مالکه بغل اشاره فرمود درباره یک امتحان قطعی و یقینی برای بندگان که حتما این خواهد بود و از این امتحانات فقط کسانی رهیاب شدن و راهنمون شدن به حقیقت و بشارت داده شد که اینها صابر بودن، یعنی به این درجه رسیدن و صبر کردن. خب حالا خود این صبر از اونجایی که میدونیم صبر چیز آسونی نیست، چیز سختی است، مخصوصا درباره مصیبت‌هایی که ما میرسه، سختی و مشکلاتی که ما میرسه. این صبر رو چه کسانی میتونن به دست بیارن؟ خود صبرم مقوله مشهور داریم که صبر مرون، صبر خودش هم تلخه، به راحتی نمیشه به این درجه رسید. چه مواردی به ما کمک میکنه که تا ما بتونیم به این درجه از صبر برسیم؟ این ما چی کار باید بکنیم در وجود خودمون؟ ما خیلی از وقتا خودمون میخوایم صبر بکنیم، میخوایم صبر داشته باشیم، اما احساس میکنیم که اون مقدماتی لوازمی هست که ما کمک میکنه برای صبر، احساس میکنیم شاید نیست، نمیتونیم تحمل بکنیم. چه مواردی به ما کمک میکنه تا این صبری رو که الله متعال در این آیه، صابرینی رو که در این آیه به اونها بشارت میده، ما به این درجه برسیم؟ چیکار کنیم که جز اینها بشیم؟ اساس تمام این یعنی راز و رمز صبر کردن و شکیبایی در مقابل
این همه رنج و اندوه یا ابزار و عوامل رنج و اندوه و مصیبت هایی که بر انسان میاد برمیگردد به ایمان و باور قلبی که انسان در دل دارد و نوع جهان بینی و نگریشی که به کل دنیا انسان داشته باشد، هم دنیا و هم آخرت، و ماهیت غم و اندوه و ماهیت اتفاقاتی که برای انسان در دنیا اتفاق می‌افتد. در واقع یکی از مهمترین ابزار و نخستین عاملی که انسان را در مقابل تمامی مصیبت‌های بزرگ صبور و شکیبا نگه می‌دارد ایمان به الله متعال هست، با توجه به گونه‌های مختلف ایمان به الله متعال. ایمان به ذات الله متعال، ایمان به اسماء و صفات الله متعال، ایمان به ربوبیت و پروردگار بودن الله متعال، تمام اینها نقش دارد و همچنین ایمان و باور داشتن به اصول اعتقادی اسلام مانند ایمان به تقدیری که الله متعال برای هر انسانی رقم زده. الله متعال در سوره نحل می‌فرماید که من عمل صالحا من ذکر او انثی و هو مؤمن. هر مرد و زنی که عمل صالحی انجام بدهند به شرط این که مؤمن باشند. یعنی این که هر مرد و زن مؤمنی که اعمال صالحی رو انجام بدهند و ایمان و عمل صالحی رو انجام بدهند، تفاوتی ندارد که مرد باشد یا زن باشد. فلنحیینه حیاتا طیبه. ما زندگانی پر از آرامشی رو و بهترین زندگانی رو به اون عنایت خواهیم کرد. با تاکید در لفظ فلنحیینه. بله. حتما ما به اون یک آرامشی رو و اطمینانی رو در زندگیش ایجاد خواهیم کرد. یعنی امکان نداره که ایمان باشه و عمل صالح باشه متعاقباً اون طرف مساوی آرامش نیاد. یعنی اگه آرامش نیست حتما اینجا میلنگه. بله، قطعا این گونه هست. یعنی این دو مورد لازم و ملزوم هم دیگر هستند. هر کسی با توجه به سطح ایمانی که داره و به سطح یقین و ایمانی که به پروردگار خودش داره، با توجه به صائب بودن و درست بودن جهان بینی که دارد، قطعا در دنیا احساس آرامش و اعتماد و اطمینان خاطر میکنن. و این رو ما میبینیم در جامعه خودمون، یعنی اتفاقاتی که برای حتی یعنی برخی از علمای معاصر که اتفاقاتی خودمون شاهد بودیم. چند وقت قبلی که از اساتید در یک حادثه همسر رو فکر کنم 5 نفر از خانواده خودش، فرزندان خودشون یک جا در یک سانحه رانندگی از دست دادن و مواردی از این قبیل که بسیار زیاد هست. هر کسی که ایمان بالاتری داشته باشه میتواند که در مقابل این سختی ها در واقع مقاومت بکنه. افرادی بودند که با کوچکترین اتفاقی که برایشون میفته در دنیا، با کوچکترین ناملایماتی که در دنیا احساس میکنند، یا بچهشون از دنیا میره یا اتفاق کمتر از این، میبینیم که سر به دیوانگی میزنند، تا مادام العمر افسرده هستند. دیگر یعنی چه بسا که مواردی هست که متاسفانه منجر به خودکشی میشود. تمام اینها علتش این است که آن ایمانی که باید در وجود انسان باشد آن ایمان نیست. وقتی که این ایمان ضعیف هست، باورش به الله متعال ضعیف هست، جهان بینی و نگریشی که به دنیا و آخرت و اتفاقاتی که در این دو جهان میافتد ضعیف هست، قطعا در واقع مسیر نادرستی رو انتخاب میکند و برای همیشه در دنیا میبینیم که افسرده و اندوهگین میشود. نقطه ای که واقعا جای تأمل هست این است که بسیاری از افرادی که ایمان دارند به الله متعال و به حکمت الله متعال، به رحمت الله متعال و به تمام صفات و اسماء الله متعال ایمان و باور درستی رو دارند، اینها رو ما در یک طرف قرار بدیم و افرادی رو که صرف با دید مادی به این اتفاقات نگاه میکنند، یعنی بعد معنوی و ایمانیش رو کاملا جدا گذاشتن. تفاوت بسیار زیاد و عمیقی رو در زندگی این دو گروه ما میتونیم احساس بکنیم.
برای یک انسانی عزیزی از دنیا رفته، پدر و مادرش رو از دست داده، فرزندانش رو از دست داده، تا وقتی که به یاد این عزیزانش میافتد برایشون دعای خیر میکند، ایصال ثواب میکند، از ته دل برایشون اعمال خیری رو انجام میده، صدقه برایشون انجام میدهد و برایشون دعا میکند و مطمئن هست که در آینده اونها را خواهد دید و مطمئن است که این دعای من و ایصال ثواب من حتما به اون انسان میرسد. خب یک مرتبه یک اتفاقی افتاده و تمام شده رفته و هر وقتی هم که در ذهنش خاطر و یاد اون عزیزش تداعی می شود برایش دعای خیلی انجام می دهند. یعنی فرصتی قرار میده برای اینکه برای اون کسی که از دنیا رفته یک حداقل خیری داشته باشه، احسانی بشه. اما متاسفانه بعضی از مردم به گونه‌ای هستند که برای غمگین شدن، برای اندوهگین شدن هی سوژه میتراشند، بهانه میارند. یعنی همان گونه که در زندگی مناسبت‌های زیبا را، مناسبت‌هایی رو که منجر به شادی می‌شود، منجر به آرامش می‌شود، اینها رو در طول زندگی خودشون احیا می‌کنند و بروز می‌کنند، برخی از مردم متاسفانه اتفاقات بد تمام گذشته زندگی خودشون رو بروز می‌کنند. هی تکرار میکنن، هی تکرار میکنن به خاطر نمیدونم امروز 40 هست، فردا 4 ماهش هست و سالش هست و باید سر قبر بروند و باید فلان جلسه ای باید بگیرند، یک کسی رو باید بیارند که اونجا بشینه بخونه و نوحه سرایی بکنه و بسیاری دیگر از این قبیل موارد هست. خب قطعا متاسفانه ما جامعه‌ای که خصوصا در ایران ما داریم، برای یک اتفاقی که در 1400 سال قبل افتاده ما مداوم سر و صورت خودمون رو میزنیم و فریاد میکنیم و گلایه‌مندیم از الله و از رسول و از صحابه و از زمین و زمان در واقع گلایه میکنیم و ابزار این غم و اندوه رو ما میخوایم که برای خودمون تجدید بکنیم. ولو این که تظاهر به غم باشه، تظاهر به اندوه باشه، اینها قطعا در وجود انسان و در نهاد انسان تأثیری رو دارن و انسان رو در واقع افسرده میکنن. یکی از نکاتی که بسیار مهم هست در مورد اتفاقاتی که برای انسان میافتد این است که ما معتقد به تقدیر الله متعال باشیم. یعنی چی؟ یعنی این که تمامی اتفاقات ریز و درشتی که در دنیا اتفاق میافتد، اهم از اتفاقاتی که برای ما خوشایند هست یا ناخوشایند هست، تمام اینها یک تقدیر و سرنوشت مبرم و محکم و بررسی شده هست از جانب الله متعال. بسیار دقیق هست و تمامی جزئیاتش بنابر حکمت هایی هست و بنابر مصلحت هایی هست که مصلحتش به خود ما برمیگردد، ولو این که فعلا من در حال حاضر مصلحتش رو ندارم. یعنی هر چی که در زندگی برای من الله متعال مقدر کرده همه به نفع و خیر من هست، ولو این که من الان نمیفهمم. الله متعال در قرآن کریم می‌فرماید که ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها. هر اتفاقی که در دنیا میافتد، مصیبتی که در زمین میاد یا مصیبتی که برای شما و در وجود شما اتفاق میافتد، کسی از عزیزانتون، خودتون از دنیا میروید یا عزیزی از دنیا میرود، اتفاقی میفته برای شما، بیماری رخ میده، تمام اینها فی کتاب، یعنی نزد الله متعال نوشته شده، ثبت شده هست قبل از این که دنیایی باشد، قبل از این که انسان و فلان شخص به وجود آمده باشد. تمام اینها رو الله متعال در واقع اینها رو نوشته و ثبت کرده. این گونه نیست که اگر ما فکر بکنیم که اگر من فلان کار رو انجام میدادم شاید این اتفاق برای من نمیافتاد. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که اگر برای شما یک اتفاقی افتاد نگید که کاش اگر این اگر رو رهایش بکنید، اگر چنین میشد این اتفاق برای من نمیافتاد، اگر یک کم زودتر میرسیدم، یک کم تأخیر میکردم، اگر فلانجا معطل نمیشدم این اتفاق برای من نمیافتاد. این لو عمل شیطان را و راه وسوسه شیطان رو در قلب انسان به وجود میاره و یکی از ابزار افسردگی هست. تا زمانی که زنده هستید کاش که 5 دقیقه جلوتر میرسیدم این اتفاق برای من نمیافتاد. این کاش و این اگر همیشه در زندگیش وجود دارن. الله متعال رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که هر وقتی برای شما اتفاقی افتاد این کاش و اگر رو رهایش بکنید، بگید قدر الله و ما شاء فعل. یک جمله بگو خودت راحت بکن. الله متعال اینو برای من مقدر فرموده بود و هر چیزی رو که الله مقدر بفرماید عملی میشود برایم. تمام شد رفت.
دیگه جایی برای کاش و اگر چنین میشد یا چنان میشد این اتفاق برای من نمیافتاد، اینها در واقع یکی از زمینه هایی هستند و درزه هایی هستند که از این مسیر شیطان وارد قلب ما میشود و میخواد که ما رو بیشتر افسرده و اندوهگین بکنه. نکته خیلی مهمی رو حضرت مولانا اشاره فرمودید، چون خیلی وقتا ما متاسفانه در زندگی هم میبینیم که میشینیم سر مثلا حالا به حال اتفاق میفته، مصیبتی میشه، حادثه‌ای میشه، احساس میکنیم که ما درش نقش داشتیم، اون دوربری‌ها درش نقش داشتن و میگیم اگر اینطور نمیشد، اگر اونطور میشد. که حتی الله متعال هم در قرآن کریم منع کرد مسلمین رو که مثل کفار نباشید که اگر کسی از اونها به سفر میرفت و میگفتن لو کان عندنا ما ماتوا و ما قتلوا، اگر پیش ما میبودن نمیمردن و کشته نمیشدن. حتی اگر اون چیزی که مقدر هست لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیهم القتل الی مضاجعهم، حتی اگر در خانه میموندید، خطاب به شهدای احد، اون کسانی که براشون مقدر شده بود که باید کشته بشن، الله تعالی در همون بستر همونها رو جانشون رو میگرفت. این نکته رو اگر اجازه بدید حضرت مولانا رو همین نکته یک توقفی داشته باشیم به امروز شما بینندگان عزیز میان برنامه می‌بینیم، برمیگردیم ان شاء الله در خدمت شما عزیزان خواهیم بود، همچنان با ادامه موضوع غم مخور. بعد سلام مجدد خدمت همه شما خوبان و سروران در باره موضوع با عنوان موضوع غم مخور در خدمت شما خوبان و سروران بودیم و حضرت مولانا عبدالقدوس دهقان که به مواردی از سوره مبارکه بقره در آیه 155 اشاره فرمودند که الله متعال ما رو آزمایش میکنه و به هر حال این آزمایشات در زندگی ما همیشه وجود خواهد داشت و قطعاً و یقینا این مسیر ادامه خواهد داشت و مهمترین راه مقابله با این آزمایش ها ایمان مستحکم به الله متعال و دید مناسب و نحوه دید صحیح و به هر حال برخورد ما با قضایا است که ما درک صحیح و درک دقیق و درکی با استعانت از الله متعال نسبت به دنیا و زندگی دنیا و حقیقت دنیا داشته باشیم. و میدونیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم هم که در ایمان به الله متعال از همه انسان‌های روی زمین پیشتر بود و اولاتر بود به شناخت الله متعال و در ایمان کسی از ایشان سبقت نگرفت، در زندگی مصیبت‌ها و سختی‌های فراوانی رو تحمل کردند. در وقتی که به دنیا آمدن بدون وجود پدر، وقتی که چند سال بیشتر نداشتن، مادر رو از دست دادن و نه خواهری، نه برادری، نه پدری و نه مادری و فقط پدر بزرگ بود و پدر بزرگ هم در سنین آغاز نوجوانی از دنیا رفت و رسول الله صلی الله علیه و سلم ماندن و بعد از ازدواج با خدیجه کبری در سالهای قبل از بعثت فرزندانشون عبدالله و قاسم از دنیا رفتن. بعد از اون در بعثت مشکلات و سختی های نبوت آغاز شد
بعد از اون ما وفات خدیجه کبرا همسر نازنین رسول صلی الله علیه و سلم رو داریم. بعد از اون هجرت از مکه رو داریم. اینها فقط به عنوان یک نمونه هایی است که حتما عزیزان با سیرت و زندگی رسول صلی الله علیه و سلم آشنا هستند و اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم علاوه بر تمام مشکلات، مصیبت ها، غم ها، غصه ها و هجرت از مکه به مدینه و مشکلات مدینه و جنگ ها و غزوات و شهادت یاران در احد و در بدر و در غزوات دیگری که بود و جنگ های دیگری که اتفاق میافتاد رو مشاهده میکردن. همسر بزرگوارشون خدیجه کبرا و 6 فرزند رسول الله صلی الله علیه و سلم در حیات خود رسول صلی الله علیه و سلم از دنیا رفتن و تنها فاطمه زهرا باقی مانده بود. و خود فاطمه زهرا رو اگر باز بخوایم نگاه بکنیم مشکلات و سختی ها و زندگیشون رو که حتی وفات رسول صلی الله علیه و سلم را هم ایشون مشاهده کرد و به هر حال مصیبتی از اون مصیبت برای امت بزرگتر نبود. اما با این وجود می‌بینیم که زندگی رسول صلی الله علیه و سلم به شکلی پیش می‌رفت که رسول الله صلی الله علیه و سلم به تعبیر به صحابه دائم به هر حال بشر بودن و همیشه ابتسام و لبخند بر لبان نازنین رسول صلی الله علیه و سلم باقی بود. حضرت مولانا حالا در باره آنچه که مختصرا از رسول الله صلی الله علیه و سلم اشاره کردیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم با این همه حجم مشکلات، مصیبت ها، سختی ها و تمام آنچه که در بخش اول شما اشاره فرمودید که الله متعال فرمود همه اینها رو رسول الله صلی الله علیه و سلم در زندگی داشتن. ولی باز هم می‌بینیم که در زندگی هیچ وقت احساس شکست، احساس ناامیدی، احساس اینکه غم زندگی رو فرا گرفته باشه وجود نداره. درباره رسول الله صلی الله علیه و سلم و دستوراتشون و برخوردهاشون با این گونه موارد اگر برای ما بینندگان عزیز بفرمایید. در زندگانی رسول الله صلی الله علیه و سلم نه این که ایشون غمگین نشدن، چرا مواردی بوده که رسول الله صلی الله علیه و سلم غمگین شدن و اتفاقاتی برای ایشون افتاده و مانند این که شما اشاره کردید عزیزانشون رو و فرزندانشون رو از دست داده بودن. اما آن چیزی که برای ما مهم هست از سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم این است که ایشون در هنگام غم و مصیبت چگونه عمل کردند. رسول الله صلی الله علیه و سلم جامعه‌ای رو که ساختند واقعا یک جامعه‌ای با تمام ابزارهای شادمانی و مبارزه با غم و اندوه بوده. یعنی در عین جدیت، در عین تلاش، در بعد معنوی، در بعد طاعت و عبادت الله متعال، رسول الله صلی الله علیه و سلم از نظر روحی و روانی به گونه‌ای امت خودش را و اصحاب خودش را و عزیزان خودشون را تربیت کردند که در مقابل اتفاقات ناگوار زندگی بتونند کاملا در واقع به صورت عادی برخورد بکنند و بتوانند تحمل بکنند غم و اندوهایی رو که در زندگی برایشون اتفاق میفته. به طور مثال حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما که یکی از نزدیکان رسول الله و پسر عموی رسول الله صلی الله علیه و سلم بودن، ایشون تعریف میکنه در روایت صحیح در روایت مسلم سنن ترمذی هست که عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما میگوید که روزی من همراه با رسول الله صلی الله علیه و سلم بودم و ایشون خطاب به من فرمودند یا غلام انی اعلمک کلمات. پسر بچه‌ای بودن، ای پسر، ای نوجوان، من چند مطلب رو به تو یاد میدهم. انی اعلمک کلمات احفظ الله یحفظک، احفظ الله تجده تجاهک و اذا سألت فاسأل الله و اذا استعنت فاستعن بالله. نوجوان، من این مطلب را به تو یادآوری میکنم، توصیه میکنم الله را حفظ کن تا تو را حفظ کند. یعنی اوامر الهی را، نواهی الهی را مراقبت بکن، حفظ بکن. هرچه را الله دستور داده انجام بده، هرچه را نهی کرده از آن باز بیا. احفظ الله یحفظ، احفظ الله تجده تجاهک. الله را حفظ بکن، دیندار کاملی باش در هنگام رخا، در هنگام شادمانی، در هنگامی که مشکلی را نداری. تجده امامک یا تجاهک، در هنگام مشکلات الله را روبروی خودت و در مسیر زندگی خودت خواهی یافت.
اذا سألت فاسأل الله، اگر خواستی سوال بکنی از الله سوال بکن، اگر خواستی کمک بطلبی از الله متعال کمک بطلب. این ابتدای حدیث است. آن چیزی که مورد استشهاد من در اینجا هست این نقطه هست که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند وعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك الا بما كتبه الله لك. اینو بدان، تو ذهنت اینو فرو بکن، اگر تمام مردم دنیا جمع بشوند و بخواهند به تو منفعتی برسانند، برای تو یک کاری بکنند، تو را خوشبخت بکنند، برای تو یک زندگی که دوست داری برای تو تهیه بکنند، به هر گونه بخوان تو را به نفع و سودی برسانند، لن ینفعوک، هرگز نمیتوانند مگر آنچه الله برای تو نوشته باشه. اگر همه مردم دنیا یک دست باشند بخوان تو رو خوشبختت بکنن، بخوان برای تو زندگی رو بسازن که الله متعال برای تو ننوشته، نمیتونن. و در ادامه باز هم اینو میفرمایند که ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. اگر همه مردم دنیا هم جمع بشوند بخواهند که زندگی تو رو خراب بکنند، تو رو ناراحت بکنند، زندگی تو رو از هم بپاشند، به تو ضرر و زیانی برسانند، لن یضروک الا بشیء قد کتبه الله علیک، هیچ گزندی به تو نخواهند رساند مگر آن چیزی که الله متعال برای تو مشخص کرده، در تقدیر الله متعال رفته. پس من به عنوان یک مسلمان وقتی که مطمئن هستم که هر اتفاقی که برای من یا برای کسی دیگر میافتد حتما از جانب الله متعال هست، هیچ انسانی در زمینه تقدیر من و نوشتن سرنوشت من دخل و تصرفی ندارد. هیچ انسانی برای خوشبخت کردن من یا برای بدبخت کردن من هیچ گونه نقشی رو نداره. هر چی هست از جانب الله متعال هست و هر اتفاقی که بیفته اتفاقی نیست که امروزه برای من افتاده باشه به این معنی که این در واقع الله متعال اینو برای من ننوشته و الان برای من اتفاق افتاد. این گونه نیست، بلکه تمام اتفاقاتی که برای ما میافتد از جانب الله متعال هست. این یک نقطه. نقطه دیگر، این تقدیری رو که الله المتعال برای من نوشته، من به عنوان یک مسلمان معتقد هستم که اینو الله متعال برای من نوشته، الله متعال مقدر کرده. الله کی هست؟ الله متعال ذات یگانه و آفریدگاری هست که مرا اون خلق کرده، من بنده اون هستم. الله متعال رحمان هست، رحیم هست، رؤوف هست، اهل احسان هست، محسن هست. تمامی صفات رأفت و رحمت رو الله متعال دارد. نه تنها اینکه این صفات رحمت و رأفت رو دارد، بلکه 100 برابر انسانها هم این صفات رو دارد. تمام رحمتی، تمام دلسوزی، تمام شفقتی رو که ما در دنیا از آدم گرفته تا خاتم تصور بکنیم در میان تمام موجودات که هست، همه رو اگر یک جا بگذاریم روی هم باشه، فقط 1/100 رحمت الله متعال هست. تمام محبت هایی که انسان ها و جن ها و حیوانات و هر چند در آسمان و زمین هست میشه 1%. همهشون روی هم بگذاریم 1% هست. الله متعال 99% بیشتر از این نسبت به من و شما رحمت داره، نسبت به تمام مخلوقات، چه انسان نیکوکاری باشه، بدکاری باشه، گناه کرده باشه، گناه نکرده باشه، پیغمبری باشه، غیر پیغمبر باشه، این رحمت الله متعال عام و گسترده هست، برای همه هست. من به عنوان یک مسلمانی که معتقد به رحمت الله متعال هستم، اینو میدونم که الله متعال نسبت به من، از زن و بچه من به من مهربان تره، از پدر و مادر من نسبت به من مهربان تره، حتی از خود من نسبت به خود من مهربان تر هست. من مطمئنم و 100% میدونم که آن چیزی را که الله متعال برای من تصمیم گرفته، چون که نشأت گرفته از رحمت الله متعال هست، 100% به نفع من هست. اگر من برای خودم تصمیم میگرفتم، اگر امروز آینده ما رو، تقدیر آینده ما رو روی کاغذ بنویسن، به من تحویل بدن که در فلان روز اتفاق فلان حادثه ناگوار برای تو اتفاق میفته، در فلان روز فلان و فلان اتفاق بد میفته، من این رو همون گونه که هست، اگر من به من اختیار بدن که تو اختیار داری اینها رو از پرونده خودت، از سرنوشت خودت پاک بکن، من اونها رو پاک نمی کنم.
زیرا که دید من یک دید دنیوی هست، یک دید قاصر هست، بر اساس جهل و نادانی هست. من فلسفه الله متعال را و حکمت سرنوشت را نمیدونم. اگر الله متعال در یک روزی برای من مقدر کرده که خاری به پای من برود، حتما به مصلحت من هست. اگر فلان اتفاق بد برای من بیفتد، این به مصلحت من هست، زیرا که میدونم پروردگار من رحیم و رحمان هست. و اگر ما علم غیب هم می داشتیم دقیقاً همین سرنوشتی رو برای خود انتخاب میکردیم که الله متعال قطعا این گونه هست. اگر واقعا صفات الله متعال را اگر ما می داشتیم که نداریم، اگر اون علم را ما می داشتیم که نداریم، اگر حکمتش را که الله متعال می داند ما می دانستیم که نمی دانیم، قطعا همین گونه که هست دنیا را بر همین منوال با همین اتفاقات تلخش برای خودمون رقم می زدیم. وقتی که یک بیمار می داند که مرا گرچه عمل میکنند، جراحی میکنند، شکمش را پاره میکنند یا درد بسیار سنگینی رو مجبور هست که تحمل بکند، از این ناراحت نیست، خوشحال هست که عملش کردند، خوشحال هست که دست و پاش رو قطع کردند. چرا؟ چون که حکمتش رو میداند. الله متعال حکیم هست. یک از نامه ها و صفات الله متعال حکیم هست، یعنی دارای حکمت هستند. حکیم یعنی این که به هیچ عنوان کاری را بدون فایده و بدون مصلحت برتری انجام نمیدهد. ما در زندگی خودمون میبینیم یک کسی کار بیهوده را انجام بدهد، ما میگه فلانی سفیه، نادانه، نمیداند که چه کاری را انجام میدهد، حکمت نداره. الله متعال حکیم هست. نام الله متعال الحکیم و حکمت دارد در کارهایش و در تقدیری که نوشته و در نظامی که برای جهان هستی و این قانونی را که برای دنیا و آخرت تدوین کرده. 100% نظام بسیار دقیقی به قول معروف کارشناسی شده و بسیار مبرم و محکم هست. من الان چند تا مطلب رو عرض بکنم خدمت بینندگان عزیز از حکمت الله متعال. در آیه که در ابتدا خوندم خدمت عزیزان بینندمون، ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات، از بین رفتن مال یکی از اسباب غم و اندوه هست و واقعا نمی‌جوریم. من نمیگم که انسان نباید غم و اندوه داشته باشد، نباید ناراحت بشود از این که فرزندش از دنیا رفته، پدر و مادرش از دنیا رفتن، از این که ضرر مادی یا ضرر دیگری براش اتفاق افتاده. این کاملا طبیعی هست که انسان ناراحت بشود، اندوهگین بشود، اما این اتفاق اول و آخر نیست. این اتفاقی که برای من افتاده ظاهرش برای من مصیبت هست، این شر محض برای من نیست، یک منفعتی رو پشت پرده برای من دارد. در آیه الله متعال می‌فرماید که از بین رفتن مال و ثروت یک نوع امتحان و آزمایش هست و مایه غم و اندوه هست. و لنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس. از بین رفتن انسان، از دست دادن پدر و مادر یا فرزند، این یک نوع مصیبت هست، ابتلا و آزمایش هست و مایه غم و اندوه هست. این فقط یک جنبه قضیه هست. این جنبه‌ای هست که من میبینم برای من هست. اگر فلان عزیز در کنار من بود، خب برای من خیلی بهتر بود، من انس میگرفتم باش، عصای دست من بود و در زندگی با من همراهی میکرد و مسائل خیلی دیگری که در این زمینه هست. خب الان که نیست، خب قطعا این منفعتی که بوده و اون چیزی که من امیدوار بودم اون ظاهرا از دست من رفته. اما اگر انسان جنبه دیگر تقدیر را و پشت پردهش را ببیند، قطعا تحمل این مصیبت که مصیبت هست، اما تحملش برای انسان ساده تر می شود. مثل حکایت همون جراحی و عمل بدن. قطعا این گونه هست. قرآن کریم یک نقطه ای رو الله متعال بسیار، یعنی برای این که به ما بفهماند که کارهای الله متعال خالی از حکمت نیست، 2 تا مثال یا 3 تا مثال الله متعال در سوره کهف برای ما زدند. اینو من میخوام که سوره کهف رو رفت بدم به آیه 155 سوره بقره. الله متعال میفرماد ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس. این 2 مورد رو من عرض خواهم کرد. در سوره مبارکه کهف الله متعال داستان موسی و خضر رو برای ما تعریف میکنه. 2 تا اتفاق خیلی جالب برای موسی و خضر افتاد. یکی این که
وقتی که موسی و خضر سوار کشتی شدند که از دریا عبور بکنند، خضر برای اینکه سپاسگزاری بکند تبری برداشت و کشتی را شکست. سپاسگزاری. بله. فانطلقا حتی اذا رکبا فی السفینه خرقها، پارهش کرد. نه اینکه یک چوبی رو برداشت، یک تیکه‌ای رو از شکافت کلا، به اندازه‌ای که حضرت موسی علیه السلام اعتراض کرد، قال اخرقتها لتغرق اهلها، اینو در حدی تو نابودش کردی که امکان داره غرق بشه. یعنی یک ضربه بزرگی، ضربه بسیار بزرگی که در حد این بود که احتمال داشت که کشتی کلا غرق بشه. خب از ظاهر قضیه رو با هر معیاری که شما بسنجید کار بیخردانه‌ای هست، قابل توجیه نیست. یک فردی اومده به تو احسانی کرده، سوار کشتی خودت تو رو کرده، الان اگر پاداشی بالفرض بدهی یا ندهی، اما این که بیایی تعدی بکنی، تجاوز بکنی به مال یک انسان، به کشتی یک انسان ضربه رو وارد بکنی که احتمال داشته باشه که در واقع غرق بشه، این واقعا همون دید حضرت موسی علیه السلام بود که لقد جئت شیئا امرا، کار بسیار زشتی رو انجام دادی، اصلا توجیه نداره. خب این یک مطلب هست. جلوتر که رفتند در مورد غلام، فانطلقا حتی اذا لقی غلاما فقتله، جلوتر رفتند پسر بچه ای رو دیدند، خضر علیه السلام گرفت این بچه رو کشت بدون هیچ گونه بچه ای هست که هنوز به سن بلوغ نرسیده، نوجوانی هست یا کودکی هست، خضر اینو بگیرد و این رو بکشد. از نظر ظاهر قضیه با هر معیاری که نگاه بکنی کار نادرستی هست و با هر معیار ظاهری هم که نگاه بکنی این مصیبتی هست که شکستن کشتی یک کار زشت هست و یک مصیبت برای صاحب کشتی هست، ابزار تجارتش و کسب و کارش رو از بین بردن و برای پدر و مادر این فرزند و کودک به هر معیاری که شما نگاه بکنی، هر چند هم که بد باشه این فرزند، برایش از نظر ظاهری یک قابل قبول نیست و یک نوع ضرر هست. حضرت موسی علیه السلام گفت قال اقتلت نفسا زکیه بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا، کار بسیار منکری رو تا انجام دادیم. خب ما از یک طرف یعنی مواجه هستیم با ظاهر قضیه شکستن کشتی و از یک طرف ظاهر اون قتلی هست که انجام گرفته، اما حکمت الله متعال، این که من میگم الله متعال حکیم هست، همین اتفاقات برای ما میفته. خیلی از مثال اینا اتفاقات، بله همین اتفاقات برای ما میفته. مغازه ما آتیش میگیره، نمیدونم ماشین ما نمیدونم یک بلای مصیبتی سرش میاد، این مشابه این اتفاقات برای ما میفته. فرزند کسی، پدر و مادر عزیزی از دنیا میروند. این ظاهر قضیه هست و به گونه‌ای که پیامبر الله حضرت موسی علیه السلام این رو یک امر شیئا امرا و نکرا اینو تعبیر کرده که بسیار بد و کار زشتی رو انجام دادید. بعد از این که جریان تمام شد و موسی و خضر به آخر به اصطلاح مسیر رسیدند و اون شرطی رو که قرار داده بودند که موسی هیچ حرفی رو نزنه، اعتراضی نکنه و نتونست که جلوی خودش رو نگه داره، به خاطر اینکه ظاهر قضیه 100% خضر اشتباه کرده بود. نهایتا وقتی که رسیدند و گفتند خب الان که قرار از هم دیگر جدا بشیم، بیا حکمت این کاری رو که من انجام دادم بهت بگم. این کار رو من از طرف خودم انجام ندادم، من مأمور بودم از جانب الله متعال و این رو الله متعال مقدر کرده که باید این کار رو انجام بدم. اما السفینه فکانت لمساکین یعملون فی البحر، کشتی مال چند نفر بیچاره بود که در دنیا در روی دریا کار میکردن، یعنی تمام سرمایه و زندگیشون و کسب و کارشون روی همین کشتی بود که در اونجا کار میکردن. فاردت ان اعیبها، من اونو عیبدارش کردم، معیوبش کردم، اونو شکستم تا اینکه ناقص بشه. علتش چی هست؟ و کان وراءهم ملک یأخذ کل سفینه غصبا. علتش این است اگر جلو میرفتند یک پادشاه ظالمی راه رو بر اینا بسته بود، اگر کشتیشون سالم میموند اصل کشتی رو میبردن تو صورت کلی، کلا کشتی رو مصادره میکنن. بله الان من ضربه وارد کردم 20%، 30%، 40%، 50%، هر چی شما حساب بکنید، الان این کشتی ناقص هست. اگر این کار رو من نمیکردم به صورت کلی کشتی 100% از دست اینا خارج میشد. کدومش بهتر هست؟ حداقل الان همین ناقصا رو میشه ترمیمش کرد، دوباره تعمیرش بکنن، دوباره استفاده بکنن. در مورد پسر بچه هم میگوید که و اما الغلام فکان ابواه مؤمنین
پدر و مادر بیچاره داشتند، اهل ایمان و تقوا بودند. فخشینا ان یرهقهما طغیانا و کفر. اگر این بچه بزرگ میشد منجر میشد که این پدر و مادر واقعا روی آرامش رو در زندگی نبینند و کافر بشند. کدوم یکیش بهتر بود؟ که امروز الان یک اتفاقی براشون بیفته، این بچه از دنیا بره و الله متعال یک بچه نیکوکاری باری رو الله متعال به اونها عنایت بکنه که بسیار نیکوکار هست، احترام پدر و مادر رو نگه میداره و باعث دیانت و ایمان پدر و مادرشون میشه. کدوم یکی بهتر هست؟ هم برای خود غلام بهتر بود که الان رفت در آینده کافر نشد، گناهی نکرده رفت، هم برای پدر و مادرش بهتر بود. دقیقاً. اما این رو اگر ما این دید رو در تمام اتفاقاتی که برای ما میفته این دید رو داشته باشیم، ایمان به حکمت الله متعال داشته باشیم، قطعاً تحمل این مطلب برای ما سبب خواهد. پدر این پسر بچه اون وقت که نمیدونست که خضر چرا اینو کشته، برایش مصیبت 100% بود و شاید اصلا هم نفهمید، کسی بهش نگفت. اما در آینده نتیجهش رو دید. اون مساکینی که در دنیا در دریا کار میکردند بر کشتیشون، اونا متوجه نشدند که به خضر براشون توضیح نداد که این خاطر این کار رو انجام دادن و خیلی ناراحت شدند، شاید هم که دعوا کرده باشند با حضرت خضر علیه السلام. اما در آینده نهایتاً به نفع اونها تمام شد. اما وقتی که اونجا دیدن که سربازا داشتن میگشتن و کشتی اینا رو انتخاب نکردن، فهمیدن اونجا دیگه متوجه شدند که واقعا این حکمتی داشته. پس بنابراین به عنوان یک قاعده کلی تمام اتفاقات بدی که برای ما میافتد آن طرف قضیهش پشت پردهش 100% برای ما خیره. یک اعتقادی که اهل سنت و الجماعت دارند این است که شر مطلق اساساً وجود نداره. چیزی به عنوان شر مطلق نیست که از همه جنبه برای انسان بد باشه. حتی مضرترین موجودات عالم را، میکروب را، ویروس را یا هر چیزی دیگری رو که شما تصور بکنید، حتما یک منفعت بسیار عظیمی رو داره. اگر همین میکروب و ویروس وجود نداشته باشه، در ظرف یک روز دنیا تمام به گند کشیده میشه. ما حتی برای مبارزه با خیلی از بیماری‌ها خود ویروس و میکروب ضعیف شدهش رو تزریق می‌کنیم به بدنمون. مهم این هست که انسان جهان بینیش و نگاهی که به این اتفاقات داره این باید عوض بشه. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه اونگونه که ابن قیم از ایشون نقل میکنه میگوید که ماذا یفعل بی اعدایی، دشمن میخواد با من چه کار بکنه، چه کار میتونه بکنه؟ اگر من رو زندان بکنه، حبسی خلوه، من با پروردگارم خلوت میکنم، از این فرصت کجا به من برای من رخ میدهد که من یک جایی در خلوتی بنشینم و با پروردگار خودم راز نیاز بکنم. و نفی سیاحه، اگر بخوان من رو تبعیدم بکنند، آورم بکنند، از شهر بدرم بکنند، خب این میشه برای من سیاحت، میرم تفریح میکنم، دنیا رو هم میبینم، شهر دیگری رو میبینم. و قتل شهاده، اگر بخوان منو بکشند، بالاترین درجه مرگ هست، اون شهادت میشه. یعنی هر کاری رو که برای من انجام بدن خیر هست. اما اگر ابن تیمیه می نشست اونجا و وقتی زندان باشند، یعنی بیرون نمیتونم برم، یعنی محبوس هستم، کاری از دستم بر نمیاد، زندگیم فلج میشه و فلان و فلان، خب زندگی به رویش تاریک میشد، دچار افسردگی میشد. قبل از اینکه به در زندانی میشد. بله. اگر از وقتی که تبعیدش کردن، خب این تبعید رو با یک نگاه دیگر از زاویه دیگر دید. درسته که از شهر خودش، خانواده خودش دور شده، از شاگردای خودش، اساتید خودش و از خویش قوم خودش جدا شده، اما یک منفعتی هست که تا زمانی که تبعید نشود این منفعت براش حاصل نمیشد. از اون جنبه دیگر نگاهش میکرد. پس بنابراین ایمان به تقدیر و ایمان به الله متعال، به ذات الله متعال، به صفات الله متعال و ایمان به ربوبیت الله متعال، تمامی این موارد یکی از بزرگترین انگیزه ها و بزرگترین عواملی هست که غم و اندوه رو از بین میبرد یا حداقل بر هم سطح اون ایمان تحمل غم و اندوه رو برای ما در واقع ساده تر قرار میدهد و شادابی و آرامش و اطمینان رو به زندگی ما خواهد آورد. خیلی ممنونم ازت ممنون. اجازه بدید باز هم به همراه شما بینندگان عزیز میان برنامه ببینیم، برمیگردیم همچنان با شما خواهیم بود با ادامه موضوع غم مخور. همراه ما باشید. جزاکم الله خیر. ریحانة المصطفى ریحانة المصطفى ریحانة المصطفى. لما وقع على المسلمين ما وقع في معركة أحد من استشهاد عدد كبير منهم وجرح النبي صلى الله عليه وسلم بأنواع من الجراح،
ووجد بعض المسلمين في أنفسهم كيف نهزم ونحن على الإسلام والتوحيد وأولئك على الشرك والوثنية، فأنزل الله تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، يعني أنتم قد نصرتم في بدر وهزمتم اليوم في أحد وسوف تنصرون فيما بعدها. هكذا الأيام تتقلب على الناس بين مصائب وبين بشائر، ولو نظرنا في البشائر التي نزلت في الإسلام لرأيناها أكثر من المصائب. ولو كنا سنقف على كل مصيبة أو ألم نزل بالمسلمين فنقيم له مأتما وحزنا ونعلق لأجله الرايات السود ونبكيه بكاء في كل سنة لما فرغ لنا يوم واحد من نزول مصيبة أو كربة أو ألم خلال 1400 سنة التي مضت من الإسلام. فلقد أصيب النبي صلى الله عليه وسلم بموت عمه حمزة رضي الله عنه، وأقبل صلى الله عليه وسلم ورآه مجدوع الأنف مقطع الأذنين قد مثل به ومزق بطنه وأخرجت كبده، ومع ذلك لم يقم النبي صلى الله عليه وسلم لموته مأتما، وقال عليه الصلاة والسلام: هذا أسد الله ورسوله، ومع ذلك لم يقم له مأتما كلما مر الوقت الذي استشهد فيه حمزة رضي الله عنه. بل لم يتتبع النبي صلى الله عليه وسلم أحفاد الذين قتلوا حمزة ليأخذ بثأر حمزة منهم، فلقد قال الله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، كل نفس تتحمل فعلها، وما ذنب ذرياتهم أن تتحمل الخطأ أو الأثر الذي تركه أجدادهم. ريحانة المصطفى، ريحانة المصطفى، ريحانة المصطفى. بعد سلام مجدد خدمت همه شما خوبان و سروران، همچنان با شما هستیم با موضوع غم مخور. حضرت مولانا در بخشای قبلی برنامه اشاره فرمودن به آیاتی از سوره مبارکه بقره و تکمله اون آیات رو در سوره مبارکه کهف حکایت فرمودن از آنچه که مرتبط است به حکمت الله متعال در آزمایشاتی که برای بنده خودش قرار میده و فعل حکیم خالی از حکمت نیست و الحکیم یکی از نامهای الله متعال است که در قرآن کریم بارها و بارها مطرح شده و در خلال داستان خضر علیه السلام و موسی علیه السلام هم الله متعال برای ما و شما یک نمونه عینی ذکر فرمودن از آنچه که ما خیلی وقتها ظاهرش برای ما تلخه و پذیرفتنش تلخه، اما در حقیقت برای ما خیر است و عکسش هم اتفاق میفته. ظاهرا یک چیزی رو ما دوست داریم اما برای ما مضر است و این مفهوم رو ما در آیه 216 سوره مبارکه بقره با تعبیر بسیار زیبا از کلام الله متعال داریم که الله متعال میفرماید در این آیه 216 سوره مبارکه بقره که در بخش دوم آیه: و عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم، خیلی چیزا هست که شما ناپسند میدونید اما به نفع شماست. و عسى ان تحبوا شیئا و هو شر لکم، خیلی چیزا هست که شما دوست دارید اما به ضرر شماست. والله یعلم و انتم لا تعلمون، اون که چی به نفع شماست و چی به ضرر شماست او رو الله متعال میداند و شما نمیدانید، چون که الله متعال عالم به غیبه و از آینده خبر داره و از هر آن چه که به زندگی ما و ماحول ما و دیگران با ما ارتباط پیدا میکنه الله متعال با خبر هست و الله متعال حکیمه و الله متعال عادل هست و الله متعال در تمام رفتارش عدل است و رحمان و رحیم. مهربان ترین به ما در عالم الله متعال هست و وقتی که الله متعال مهربان ترین به ما
و الله متعال جز عدل انجام نمیدهد و الله متعال حکیم و هر کارش بر مبنای حکمت و علم و اون علمی است که الله متعال از آینده داره و علم غیبش هست. پس دیگه نیاز نیست که ما نگران باشیم و بهترین حالت این است که خود رو بسپاریم به الله متعال و راضی بشیم به رضای الله متعال و در آنچه که در مسیر زندگی از مشکلات و سختی ها برای ما قرار میگیره ما صبر پیشه بکنیم. برمیگردیم خدمت حضرت مولانا. حضرت مولانا ان شاءالله که چایتون هم نوش جان کرده باشید، اگر به ما و بینندگان عزیز درباره غیر از آنچه که از حکمت الله متعال به هر حال یقینا شما اشاره فرمودید که هر آنچه که به ما میرسه حکمتی است در او که چه بدانیم چه ندانیم، از ثمرات سختی هایی که برای ما میرسه آیا ما فقط در زندگی ما هر انسانی وقتی سختی تحمل میکنه، مشکلات تحمل میکنه، فقط همین سختی براش میمونه یا نه این سختی ظاهرش سختی هست اما ثمره ها و فایده هایی هم برای ما داره تحمل کردنش؟ در مرحله اول عرض کردم که این اتفاقات در دنیا برای همه میفته بلا استثناء. کسی در دنیا وجود ندارد که غم و اندوهی سراغش نیاد. نه. حتی آنهایی هم که فعلا مرفهند، فعلا به ظاهر شاید در زندگی مرفهی باشند اما دغدغه‌ای از آینده دارند و بیم دارند و این سبب غم و اندوهشون میشه. عرض کردم که در دنیا همه غم دارند، حتی آنهایی که ایمانشون قوی تر هست از انبیا گرفته بعد از اون صدیقین و اولیای الهی قطعا امتحان سنگینتری رو باید پس بدن. حضرت ابو هریره رضی الله از مصعب بن سعد هست که از پدرش روایت میکند رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودن وقتی که از ایشون سوال شد که ای الناس اشد بلاء، که سخت‌ترین اتفاقات و تلخ‌ترین اتفاقات برای کی اتفاق می‌افتد؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند الانبیاء ثم الامثل فالامثل. در درجه اول انبیا و در درجه بعدی هر کسی که در صفات معنوی به انبیا نزدیکتر باشد. یعنی فارسی خودمون که میگیم هر که در این بزم مقرب‌تر است جام بلا بیشتر میده. بله. و جالب این است که نه تنها که در بلا و مصیبتی که برای انسان اتفاق بیفته، شما اشاره کردید رسول الله صلی الله علیه وسلم در زندگی خودشون تمام فرزندان خودشون رو دختر و پسر از دست دادند به استثناء حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها که 6 ماه بعد از رسول الله صلی الله علیه وسلم از دنیا رفتند و اتفاقات بسیار سخت و جانکاهی رو که رسول الله صلی الله علیه وسلم تحمل کردند. از این گذشته حتی در بیماری که یک نوع طبیعت هست برای انسان، این هم برای رسول الله صلی الله علیه وسلم متفاوت بود، دو برابر بود. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها تعریف می‌کند که در بیماری وفات رسول الله صلی الله علیه وسلم به اندازه‌ای بود که بسیار تب کردند رسول گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم که دست رو تشت آبی در کنارشون بود، دست می‌زدن در این تشت آب و بر روی سر صورت و بدن خودشون می‌گذاشتن. و حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها فرمودند که یا رسول الله شما خیلی تب دارید. فرمودند که بله تب من 2 برابر هست و فلسفهش این است که ثواب من هم 2 برابر هست. هر کسی که مقربتر هست، هر کسی که عزیزتر هست، اون باید امتحان سختری رو پس بده. و در این روایت اومده فیبتلی الرجل علی حسب دینه، بر اساس دینی که انسان داره الله تعالی اون امتحان آزمایش میکنه. حضراتی رو که انبیا رو ما نگاه بکنیم، اولیاء الله رو، شهدا رو، نیکوکاران رو میبینیم که در دنیا دچار سختی ها و مشاکلی شدن و گفته میشود در تاریخ که فرعون حتی در طول 400-500 سالی که عمر کرد حتی یک دردسری هم تحمل نکرد، سراغش نیامد. هر کسی که عزیزتر باشد اون باید بیشتر در واقع مورد امتحان و آزمایش قرار میگیرد و این بلا و مصیبتی که بر انسان میاد نتیجهش این است که انسان را کاملا از خطا و از یعنی کفاره تمامی گناهان انسان خواهد شد. به همین خاطر هر کسی که محبوب‌تر است بیشتر مبتلا میشه تا گناهانش بخشیده بشه و پاک و صافتر به جهان آخرت بشه. در این زمینه روایتی هست حضرت صهیب رضی الله تعالی عنه میگه که این جمله رسول الله صلی الله علیه و سلم رو باید یعنی همه حفظ بکنیم و خیلی بهش توجه بکنیم. فرمودن عجبا لامر المؤمن، شگفتا، به به عجب وضعیتی داره این مسلمان.
یعنی حزم میبره انسان از این وضعیتی که مؤمن در دنیا دارد. چی هست وضعیتش؟ ان امره کله خیر. تمام زندگی دنیا انسان مسلمان سر تا سر خیره. کله یعنی با شادیهاش، با غمهاش، با خوشیهاش، تمام فراز و نشیبی که داره همشون براشون خیر هست. ولیس ذلک لاحد الا للمؤمن. این اتفاق برای کسی نمیفته مگر برای مؤمن. این مؤمن هست که تمام خوبی و بدی زندگیش براش خوب هست، خیر هست، حتی مصیبتش. علتش چی هست؟ این اصابت و سرا شکر فکان خیر الله. اگر دچار ناز و نعمت بشه شکر الله رو به جا میاره، طغیان نمیکنه، غره نمیشه، اینم که براش خوبه. شکر نعمت الله متعال را در واقع به جا آورده. و این اصابت و ضرا صبر. اگر مصیبتی بهش برسه صبر میکنه، فکان خیر الله. اینم که بهتر است برایش و بزرگترین پاداش رو الله متعال به صابران میدهد. و جالب این است که یعنی گاهی وقتی انسان فکر میکند که مصیبت بزرگ اگر بیاد، انسان اگر صبر بکنه شاید پاداشی رو داشته باشه. کوچکترین اتفاق ناگواری که برای ما میفته، کوچکترین رو، ولو این که یک پشه انسان رو نیش زده باشه، ولو این که یک خار بسیار یعنی کوچکی به پای انسان و بدن انسان فرو برود، حتی در روایت اومده همین که بند کفش کسی هم پاره میشود این هم شمرده میشه. یعنی تمامی مصیبت ها ولو این که بسیار ریز باشند، هر مصیبتی به اندازه خودش کفاره میشود برای گناهان انسان مسلمان. در این زمینه حضرت ابو سعید خدری و همچنین حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایتی از در صحیح بخاری و مسلم هست، یعنی روایت 100% صحیح است. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم حتی الشوکة یشاکها الا کفر الله بها من خطایا. هر اتفاقی که برای انسان مسلمان بیفته، اگر دردسری بهش برسه، اگر خستگی و درماندگی بهش برسه، اگر غمی برسد، اندوهی برسد، هر گونه بیماری که برسد، هر گونه غمی که برای انسان برسد، حتی خاری که به پای انسان میرود، تمام این موارد کفاره گناهان انسان مسلمان میشود. پس چرا باید غم بخوریم برای این مشکلات؟ چون که نمیدونیم غم میخوریم. اگر بدانیم که در مقابل چه پاداشی به ما میرسد، بیچ عنوان انسان غم نمیخورد. خلاصه ذره زندگی. بله، ذره زندگی. روایت بسیار جالبی هست در صحیح مسلم که انس بن مالک رضی الله تعالی عنه، چون که برنامه منم رو به پایان هست، که آخر و عاقبتش رو من ذکر میکنم. در روز قیامت در این روایت اومده که مرفه ترین انسان جهنمی رو که در دنیا جز مرفه ترین بوده، یعنی از این دیگه در دنیا کسی در امکانات و آسایش و آرامش بهتر نداشته. یعطی بانعم اهل دنیا من اهل النار یوم القیامه. مرفه ترین انسانی رو که در دنیا بوده و سرانجام عاقبتش جهنم بوده هست، اون رو میآورند پیش الله متعال و در جهنم اون رو فرو میبرند و بعد بیرونش میکنند. الله متعال سوال میکند که یا ابن آدم هل رأیت من خیر قط؟ آیا تو در زندگی احیانا چیزی دلخوشی چیزی داشتی، اتفاق خوبی برایت افتاد؟ میگوید که به خدا قسم من هیچ خیر و خوشی رو ندیدم تا حالا. تمام لذت یادش میاد، از بین رفت. و برعکسش به ابعث اهل دنیا، بدبختترین انسان روی زمین رو که از نظر ظاهری هیچ چیزی رو نداشته، کل زندگیش غم و اندوه و فقر و بدبختی و بیچارگی بوده، اما اهل ایمان هست. اینو می آورند در روز قیامت و الله متعال این رو وارد بهشت می کند و از اون سوال می کند یا ابن آدم هل رأیت بؤسا قط؟ بدی، ناگواری، چیزی تا حالا دیدی؟ میگه به خدا قسم من هیچ چی ندیدم، همش سر تا سر برای من خیر بوده. یعنی وقتی که انسان در به قیامت میرود، وقتی که پاداشش رو میبیند، آرزو میکند کاش من در دنیا حتی یک روز خوش رو نمیدیدم، به خاطر پاداش عظیمی که در روز قیامت داره. پس بنابراین وقتی که ما از این زاویه به مصیبت ها نگاه بکنیم، تی مصیبت بزرگ یا کوچک، جایی فکر نمی کنم برای غم و اندوه باقی بماند، بلکه این خودش به عنوان یک عمل صالح و یک کفاره برای گناهان ما شمرده می شود و باعث رفع درجات در روز قیامت خواهد شد. خیلی نکته مهم اشاره فرمودید حضرت مولانا و نکته بسیار دقیق و جالبی که حتما ان شاءالله بینندگان عزیز هم با من در این مورد همراه خواهند بود که خودمون هم در زندگی حضرت مولانا هم یعنی که مثلا نگاه میکنیم به گذشتهمون، به هر حال
هر کسی در زندگیش مشکلاتی داشته، مصیبت‌هایی داشته، گذشت. یعنی به هر حال هر چی بود، گرسنگیش، تشنگیش، غربتش، مریضیش، بیماریش، وفات عزیزان، به هر حال همون چند روزه انسان تحمل بکنه. وقتی که بعد نگاه میکنه به پشت سر، هم مریضی ها رفت و مشکلات و مصیبت ها رفت و هم خوشی ها و نعمت ها و لذت ها رفت و اون چیزی که فقط ماند برای ما همون پرونده اعمال ماست و اون صبری که اگر کرده باشیم ان شاءالله که اینجوری نباشه و نتیجه اعمال. حضرت مولانا چون وقت ما رو پایان هست، ما شاید 10 دقیقه رو بیشتر فرصت نداریم. در زندگی به هر حال ما آنچه که شما اشاره فرمودید خب یک بخشی است که ما همینا برمیگشت به اینکه دید ما نسبت به زندگی، دید ما نسبت به این مصیبت ها و آزمایش هایی که الله متعال برای ما قرار داده، یک دید کاملا اعتقادی و یک دید عبادی باید باشه. یعنی همه اینها رو ما علاوه بر اینکه بهترین برای خود میدانیم و از روی حکمت الله متعال میدانیم و به نفع خود میدانیم و اینها رو عبادت هم میدانیم برای خودمون، باید به این نیت نگاه بکنیم و وقتی که به نیت عبادت میبینیم خود به خود دیگه برامون تحملش آسون میشه، همونجوری که وقت روزه گرفتن به راحتی تحمل میکنیم، وقت نماز خوندن تحمل میکنیم، وقت حج تحمل میکنیم و عبادت‌های دیگه. حال خب این یک بعدی بود که بعد دیدگاه ما و فکر ما و ایمان ما نسبت به این موارد بود. در بعد عملی آیا دعایی به هر حال ذکری هست که به ما بیشتر کمک بکنه تا در مواجهه با این مصیبت ها و مشکلات و سختی ها ما با توسل به این دعاها، به این اذکار، به این به هر حال اوراد ما بتونیم که موفق تر باشیم، صابرتر باشیم، صبورتر باشیم و بهتر قدر این فرصت ها رو بدونیم؟ به صورت کلی تمام عباداتی که انسان انجام میدهد، هر عبادتی که درجه فرضیتش بالاتر هست مانند نماز تأثیر بیشتری رو داره و ذکر و تلاوت قرآن و صلوات و درود بر رسول الله صلی الله علیه وسلم، تمام اینها باعث آرامش قلب انسان می شود. الا بذکر الله تطمئن القلوب یک نسخه پذیرفته شده و مجرب قرآنی هست که با ذکر و یاد الله متعال انسان به آرامش می رسد و غم و اندوه رو در واقع می تواند که از بین ببرد یا این که آثارش رو به حداقل برساند. در این زمینه دعاهای متعددی از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل شده. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهم نقل می کنند که یکی از دعاها را که رسول الله صلی الله علیه و سلم همیشه هنگام کرب می خوندند. کرب یعنی غم و اندوهی که یعنی شدید باشه، انسان رو یعنی وجود انسان رو فرا گرفته باشه. یعنی یک درجه بالاتر از غم، بالاتر از هم هست که کرب در واقع گفته میشه، یعنی غم و اندوه بسیار شدید. رسول الله صلی الله علیه و سلم هنگام غم و اندوه بسیار شدید این دعا رو در واقع میخوندن: لا اله الا الله العظیم الحلیم، لا اله الا الله رب السماوات والارض و رب العرش العظیم. این روایت در صحیح بخاری و مسلم هست که اینو میشه انسان تکرار بکنه در هنگام مصیبت و در هنگام گرفتاری. یک بار دیگه اگر تکرار بفرمایید: لا اله الا الله العظیم الحلیم، لا اله الا الله رب السماوات والارض و رب العرش العظیم. این یک از روایات هایی است که دعاهایی است که از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل شده. و دعای دیگری که بسیار جالب هست هم در الفاظش و هم در محتوایش و رسول الله صلی الله علیه و سلم هم توصیه کردند هر انسانی که هنگام غم و اندوه این دعا را بخواند الله متعال غم و اندوهش را از بین خواهد برد و غم و اندوهش را تبدیل به شادی و آرامش خواهد کرد. و راوی میگوید که از رسول الله صلی الله علیه و سلم سوال کردیم، گفتیم یا رسول الله اینبغی لنا ان نتعلم هؤلاء الکلمات، آیا این کلمات رو، این دعا رو ما حفظ بکنیم؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که بله، مناسب هست، سزاوار هست برای کسی که این کلمات رو شنیده باید اینها را حفظ بکند. و این روایت در مسند امام احمد هست. معروف ترین دعایی هست که در مورد غم و اندوه در واقع خوانده می شود و دعاش این است که اللهم انی عبدک و ابن عبدک و ابن امتک. اللهم انی عبدک و ابن عبدک و ابن امتک. پروردگارا من بنده تو ام، من غلام تو ام، غلامزاده و کنیززاده تو ام. اعتراف به عبودیت و بندگی الله متعال. ناصیتی بید ماض فی حکمک. پیشانی من دست تو هست، اختیار من در دست تو هست و حکم و فرمان تو بر من جاری هست. عدل فی قضاء،
قضا و قدر تو در مورد من سراسر عدالت هست، عدل و داد هست، هیچ گونه ظلمی در آن نیست. اسألک بكل اسم هو لک، من سوال میکنم به توسل به تمام نامه‌های حسنا و مبارکی که داری. اسألک بكل اسم هو لک سمیت به نفسک، نامه‌هایی که خود را به آن در واقع نامیدی. سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک، یا در قرآن این نامه ها را اعلام کردی یا در تورات و انجیل این نامه ها را اعلام کردی. او استأثرت به فی علم الغیب عندک، یا نامه ها و صفاتی هست که پیش خودت هست، کسی اونها را در واقع نمیداند. یعنی با توسل به تمامی نامه ها و صفات الله متعال ما دعا میکنیم که ان تجعل القرآن ربیع قلبی، قرآن را بهار دل من قرار بده، که با قرآن همیشه دل من شاداب و شادمان باشد. و نور صدری، و نور سینه من قرار بده. و جلاء حزنی، و سیقل حزن و اندوه من قرار بده. و ذهاب همی، و هم مرا و اندوه مرا از بین ببرد. این دعای بسیار جالب و زیبایی هست از رسول الله صلی الله علیه وسلم. اللهم انی عبدک و ابن عبدک و ابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاءک اسألک بكل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القرآن الكريم ان تجعل القرآن ربيع قلبي و نور صدری و جلاء حزنی و ذهاب همی. این یکی از معروف ترین دعاها هست. دعای مختصر دیگری هم هست که از رسول الله صلی الله علیه وسلم نقل شده در سنن ابو داود هست که رسول الله صلی الله علیه وسلم اونو به عنوان دعای مکروب، یعنی دعای انسان غم دیده، این رو مطرح کردند و فرمودند که دعای مکروب و دعای غم دیده این هست که اللهم رحمتك ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفة عین. اللهم رحمتك ارجو، پروردگارا من امیدوار رحمت تو هستم. فلا تکلنی الی نفسی طرفة عین، هیچ آنی یک لحظه مرا به خودم واگذار مکن. واصلح لی شأنی کله لا اله الا انت، تمام امور زندگی مرا سامان بده که غیر از تو معبود دیگری وجود ندارد. یا روایت دیگری که حضرت اسما بنت امیس رضی الله تعالی عنها نقل کرده از رسول الله صلی الله علیه وسلم، بازم در سنن ابو داود، از دعای خیلی ساده ای هست که میگه رسول الله صلی الله علیه وسلم به من این رو یاد دادند که و توصیه کردند که در هنگام غم و اندوه این دعا رو همیشه تکرار بکن. الله ربی، الله ربی لا اشرک به شیئا. خلاصه و مختصر است. الله ربی لا اشرک به شیئا. و دعاهای دیگر قرآنی که در این زمینه وجود داره و به صورت کلی هر گونه دعا و راز و نیاز و نیایش و مناجاتی به بارگاه الله متعال در زدودن غم و اندوه تأثیر بسیار مستقیم و مباشری رو داره. خیلی ممنونم حضرت مولانا. فکر کنم این دعایی که شما فرمودید با ترجمه فارسیش در تلگرام به شما هم گذاشته شده. بله دوستان قرار دادن هست، اگر با ترجمه فارسی اگر کسی نیاز داشته باشه میخوان متنش رو حفظ بکنند و تکرار بکنند انشالله میتونند که از اونجا دریافت بکنند. انشالله همه بینندگان عزیز با تلگرامی که زیرنویس شده این پایین میتونید انشالله حتما این آدرس رو عزیزانی که عضو هستن در کانال تلگرامی شخصی حضرت مولانا عبدالقدوس دهقان که حتما اطلاع دارن، عزیزانی هم که تا حالا عضو نشدن میتونید به این عضو بشید به این آدرس. و کانال شخصی، کانال تلگرام شخصی حضرت مولانا عبدالقدوس دهقان است و این دعاهایی که الان مطرح شد رو در این تلگرام میتونید دریافت بکنید با ترجمه فارسی. عزیزانی که فرصت نکردن بنویسن احیانا در خلال صحبت، حتما ان شاء الله از این طریق دریافت بکنید و از فواید و برکاتش مستفید خواهید شد. حضرت مولانا ما چند دقیقه فقط میتونیم در خدمتتون باشیم در پایان به عنوان صحبت ها و توصیه های آخر شما برای عزیزانی که بیننده ما هستند. بنده امیدوارم که الله متعال آرامش و امنیت درونی رو و اطمینان خاطر رو برای تمام مسلمانان انشاءالله رقم بزند و امیدوار هستم که در تمامی ایام سال و در تمامی مناسبت ها انشاءالله همیشه خوشحال و شادمان باشند و با توجه به
ایمانی که انسان دارد و عمل صالحی که باید انجام بدهد، قطعا کسانی که ایمان دارند و عمل صالح انجام میدهند و دیدشون نسبت به دنیا و آخرت دید صحیح و دقیقی باشد، قطعا جزء بهترین ها در دنیا هستند، شادمانترین ها، و کسانی که بیشتر از دیگران لذت و حلاوت دنیا را با وجود سختی هایش می توانند که احساس بکنند. همون گونه قبلا هم اشاره کردن، ما این رو عملا دیدیم. علما و بزرگوارانی که در دنیا در زندان بودند، در شکنجه بودند، در هجرت بودند، در بلا و مصیبت بودند، اما وقتی که انسان با این افراد بزرگوار می نشاند، سراسرشون امید هست، عشق هست، آرامش هست، اطمینان خاطر بسیار عجیبی رو دارند، رضایت بسیار عجیبی رو از الله متعال دارند. امیدوار هستم که انشالله این ایمان و این باور و یقین نصیب ما هم بشود و الله متعال به ما توفیق بدهد که عامل بر دستوراتش و باشیم و باز بیاییم از منهیات الله متعال، که انشالله این سعادت و سربلندی هم در دنیا شامل حال تمام ما و عزیزان ما بگردد و هم در روز قیامت. اجازه بدید من فقط یک سوال آخر رو هم به خاطر تاکید بر موضوع باز خدمت شما مطرح بکنم، شاید در ذهن خیلی از بینندگان عزیزان مطرح شده باشه که حالا من سلیمانی مثلا وضعیتم تا به حال طوری بوده که احساس کردم در زندگی راحت نتونستم به اون آرامش و اطمینانی که باید برسم و احساس میکنم که مثلا زیاد ناراحت میشم، زیاد اندوهگین میشم، زیاد پریشان میشم، زیاد نمیتونم خودم رو کنترل بکنم. آیا این ضمانت رو میدید برای ما بینندگان عزیز که از کسی واقعا برگرده و اون ایمان و عمل صالح اون حقش رو ادا بکنه؟ اگر تا حالا کوتاهی داشته یک توبه جانانه بکنه برگرده. اگر تا به حال احساس میکنه که اون رابطه‌ای رو که با الله متعال داشته رابطه مناسب تری نبوده، این دیدی که نسبت به دنیا داشته دید مناسب تری نبوده، امین الان یک قدم جدی و اساسی برداره و یه تحول شروع بکنه، دیگه این احساس تجربه نشه براش و آنچه که شما از بزرگان ذکر میکنید که در بدترین شرایط در چاه بودن مثل یوسف علیه السلام یا در تخت شاهی بودن براشون فرقی نمیکرده، این احساس رو تجربه بکنه. این ضمانت رو میدید؟ من نه تنها این ضمانت رو به کسانی میدم که عمل بکنند، بازگردند، توبه بکنند، اهل قرآن باشند، اهل دین باشند، اعتقاد و ایمانشون صحیح باشه و مفاد اعتقادی و ایمانی رو یاد بگیرند و بر مبنای شناختی که به الله متعال دارند به دنیا نگاه بکنند. قطعا به این عزیزان من این خوشخبری و مژده و وعده رو میخواهم داد که قطعا این تغییر رو احساس میکنن، حتی کسانی که صرفا تصمیم تغییر بگیرند، فقط تصمیم بگیرند که از این به بعد یک مؤمن کامل باشند، یک مسلمان واقعی باشند، آنگونه باشند که الله متعال خواسته، صرفا با همین تصمیم و اراده من مطمئن هستم که در زندگی انسان تحولی به وجود میاد. الان اگر این تصمیم و اراده رو عملی کرد، نور علی نور، قطعا از آثار و ثمراتش رو خواهند دید. اگر به همین تصمیم هم کفایت بکنن، اگر همین نقطه فقط این احساس در وجودشون بیاد، من مطمئن هستم که الانشون از قبل از برنامه 100% مطمئناً آرامش بیشتری رو خواهند داشت. از یکی از علما و بزرگان پرسیدند که روزگارت چطور میگذرد؟ گفت که دنیا به کام من میگذرد. یعنی دنیا با تمام اتفاقاتش میل دل من هست، هر جوری میخواد هر جوری هم که باشه همش میل دل من هست. هیچ چیزی در دنیا خلاف میل دل من نیست. گفتن یعنی چی این حرف؟ گفت یعنی این که هرچی الله متعال بپسندد و حکم بکند من 100% به آن راضیم، چه برای شخص من مفید باشد یا مضر باشد، چون که از جانب الله هست و الله رحمان و رحیم و حکیم هست. پس بنابراین من 100% راضیم و دنیا به کام من میچرخه. این تصور خیلی قشنگه جناب. یعنی این کسی که خودش رو فدا میکنه برای الله تعالی و میگه هر چی برام بپسنده من میپسندم. امیدوار هستم که انشاءالله همه ما به این یقین و باور برسیم. خیلی ممنونم حضرت مولانا از اینکه وقتتون رو در اختیار ما بینندگان عزیز گذاشتید، استفاده کردیم، بهره مند شدیم از فرمایشات گوهربار شما. ان شاءالله که در برنامه‌های پیش رو هم باز شاهد شما در این برنامه باشیم و از همه شما عزیزان هم تشکر می‌کنیم که تا این لحظه برنامه خودتون رو یاری کردید. بار دیگر در پایان برنامه جا داره که ذکر خیری بکنیم از مادر بزرگوار جناب استاد و سرور گرامی و تاج سرمون جناب دکتر نور محمد عمری عزیز که در روزهای گذشته به رحمت الله متعال پیوستند و همچنین یاد می‌کنیم از همه عزیزانی که از جمع ما و شما بینندگان عزیز، از پدران و مادران، خواهران و برادران و
همسران و فرزندان، خواهران و برادران، اقوام و خویشاوندان، اساتید و شاگردان، دوستان و آشنایان، هر کسی که از کل امت اسلامی، نه از تاریخ توحید، از زمان آدم علیه السلام تا به امروز و تا قیام قیامت پیش هر کسی که با توحید از دنیا میره و از دنیا رفته، الله متعال همه عزیزان مورد رحمت، بخشش و مغفرت خودش قرار بده و به ما و شما هم تا آخرین لحظه حیات توفیق استقامت و توفیق عبادت و توفیق اخلاص در و گام برداشتن در مسیر رضایت الله متعال رو نصیب بکنه و خاتمه خوش و بعد از ما و شما هم الله متعال به ما صدقه جاری نصیب بکنه تا کسانی باشن که بعد از ما هم برای ما دعای کرده باشن و این کار برای الله متعال سخت نخواهد بود. تا برنامه بعد همه شما عزیزان رو به الله متعال می سپارم. الله یار و نگهدار شما.